کردم از مسیر قبرستان عبور میکردم. وقتی به قبرستان رسیدم آواز قرآن شنیدم، این طرف و آن طرف خود نگاه کردم کسی را ندیدم. خوب متوجه شدم که قرآن آوازش از کجا می آید. دیدم که از داخل قبر سوره کهف تلاوت میکنه. از داخل. چقدر خطرناک است که حالت. وقتی داخل قبر میگذارنش می آید نکیر و منکر با چهره بسیار زشت پرسان میکنه من ربک، خدای تو کی است؟ هیچی میگه لا ادری، نمیدانم. آه لا ادری، نمیدانم. میگه باز پرسان میکنه ما دین تو چی است؟ باشه میگه آه لا ادری، نمیدانم. وقتی پرسان میشه سوال سوم ما تقول فی هذا الرجل، در حق محمد امین صلی الله علیه و سلم چی میگویی؟ با چی میگه آه لا ادری. الله رب العزت و الجلال صدا میزنه که دروغ میگوید، این دروغ میگوید. این بعد این قبر را چنان تنگ کرده میشود، چنان تنگ کرده میشود که دو تا ضلع میگین یا قبرغه میگین یکی به دیگر داخل می شود. بعد الله رب العزت و الجلال میگه قبرش را فرش از آتش جهنم بکنید. و در حدیثی که من قبلا دیده بودم در مشکات دیدم که ضعیف است، ولی امروز که تحقیق کردم مسند بزار آورده بودی حدیث را به درجه حسن ثابت کرده. رسول صلی الله علیه و سلم میگه در قبر کافر 99 تنینا، در قبر مجرم و فاسق 99 دانه مار را الله روان میکنه. چند؟ 99 دانه مار. ما از یک کرم دراز در دنیا میترسیم. 99 دانه مار داخل قبر یک مجرم داخل میشوند. هر مار 7 سر دارد، هر مار 7 سر دارد. میگه نیشهای خود را به همین میت داخل میکند و نیش میزند و بعدش میگوید تا قیام قیامت رو ترک نمیکنم، تا قیام قیامت رو همین گونه نیش میزند. بعد یک چهره زشت داخل قبر می آید. این میت میگوید من به چی حال هستم؟ تو بدبختی بودی که در بر سر رخت من رسیدی که من از این بدبخت‌تر شدم که خیلی بدبو هم هستی. میگوید از من فرار میکنی؟ میگم من همون بینمازی هستم که در دنیا کرده بودی، من همون غیبت و سخنچینی و زنا و دزدی و قمار و تمام گناهانی که در دنیا انجام داده بودی، همون عمل زشت تو هستم. الان آمدم تا روز قیامت رو ترک نمیکنم. این به همین عذاب در داخل قبر گرفتار است. حضرت عبدالله ابن عباس میگه حدیث امام ترمذی است. حدیث کی است؟ امام ترمذی رحمت الله علیه. حضرت عبدالله ابن عباس میگوید اصحاب پیامبر، یک صحابی از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم یک جا خیمه زد، در یک جا خیمه نصب کرد، میخواست که اونجا داخل خیمه اطراق بکند، چند لحظه استراحت بکند. بعد داخل خیمه که داخل شد دید که از زیر زمین آواز قرآن می آید، از زیر زمین آواز قرآن می آید. دوان آمد به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کرد یا رسول الله من در فلانی جای خیمه زده بودم، از داخل زمین دیدم که این سوره تلاوتش میشد بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. گفت این سوره را تا آخر من شنیدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اون کسی که در داخل اون قبری که زیر خیمه است که تو متوجه نشدی اونجا قبر بوده، کسی که اونجا دفن شده او کسی بوده که عاشق سوره ملک بوده است. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید در قرآن یک سوره وجود دارد 30 آیه است. یک سوره در قرآن وجود دارد 30 آیه است. هر کسی که این را هر شب بخواند، هر کسی که این را هر شب بخواند آتش جهنم به او حرام است، یک عذاب قبر به او حرام است. یک با آواز بلند بگید الله اکبر. کسی که یک مرتبه شب این را بخواند پیش از خوابش عذاب قبر به او نمی آید. حضرت علامه محمد عمر سربازی رحمت الله علیه از علمای بلوچستان ایران است، از علمای بلوچستان ایران است. تقریبا 10 سال شده از وفات این بزرگوار. یک شاگردش در یک از سخنرانی‌هایش میگفت
که من از خود حضرت علامه شنیدم که میگفت من به نماز جمعه حرکت کردم، از مسیر قبرستان عبور میکردم، وقتی به قبرستان رسیدم آواز قرآن شنیدم، این طرف و آن طرف خود نگاه کردم کسی را ندیدم. خوب متوجه شدم که قرآن آوازش از کجا می آید. دیدم که از داخل قبر سوره کهف تلاوت میکنه، از داخل قبر سوره کهف را تلاوت میکنه. حضرت علامه میگوید من رفتم نزدیک همون قبر نشستم، تمام سوره کهف را خوان و آخرش میگه و کبره تکبیرا، آخر سوره کهف میگه و کبره تکبیرا. حضرت علامه صاحب میگه من نتونستم کنترل کنم، یک بار گفتم الله اکبر. میگه وقتی این آواز از من کنده شد، آواز قطع شد، دیگر آواز نشنیدم. من بیقرار شدم، بعد از این قبر را نشانی کردم. بعد از نماز جمعه برگشتم، رفتم به نزدیک اون قریه‌ای که در این قبرستان نزدیک بود. گفتم فلانی قبر به فلانی نشانی به فلان موقعیت از کی است؟ بعد از جستجو خانه‌اش را به من نشان دادن. رفتم از خانه‌اش پرسان کردم، زنش به من گفت شوهر محافظ قرآن بود ولی به قرآن عمل میکرد، حافظ قرآن بود، قرآن تلاوت میکرد. من بارها میگویم عزیز من، روزی که 5 صفحه قرآن خواندی کدام روز بوده؟ اما روزی که آخر مرتبه 5 صفحه قرآن خواندی کدام روز بوده؟ شاید بعضی ما از رمضان این طرف دیگه قرآن بازم نکرده باشه، بعد از رمضان قرآن بازم نکرده باشه. و ایله میدانی یک سوره این کلام خدا تو را از عذاب قبر نجات میده. اگر تو کل قرآن را به همراهش محبت بکنی، کل قرآن را به همراهش محبت بکنی، چی خواهد شد؟ مرسی یا مرسی را شنیدین؟ پادشاه مصر بود، شنیدین؟ چند سال قبل کشته نشه، نشنیدین؟ پیش از این پادشاه شنیدین؟ یک جوان اسمش بگویه، چی بود نامش؟ مرسی. در داخل زندان یک روز یک تقاضا میکنه، همین مرسی در داخل زندان چند سال نشده است شهادتش. گفتن که یک قرآن بیاورید، یک قرآن بیاورید. گفتن نه، قرآن اجازه نیست، قرآن اجازه نیست. ما آمریکا شهید کرد، قرآن اجازه نیست، در داخل زندان به تو قرآن نمیفرسته. مرسی میگه یک لبخند زد، گفت اینها نمیدانن که 30 سال پیش قرآن من اینجا حفظ کرده، اینجا حفظ کرده. قرآن به من نمیده، قرآن با جان من عجین شده، قرآن در سینه من حفظ است. گفتن وقت قرآن در سینه تو حفظ است چی میکنی که قرآن نمیبینی؟ خب بخوان. گفتن میخواهم کلام خدا رو یک لمس کنم، میخواهم کلام خدا را یک لمس کنم، به چشمای خود بمالم. حداقل این کار را خوب بکن جوان مسلمان، پدر سرسفید، مادر سرسفید، حداقل قرآن را بردار، بگوی قرآن به تو جفا کردم ولی تو را دوست دارم، به چشمانت بمان. که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود داخل قبر کسی که سوره ملک را هر شب میخوانه عذاب قبر به اون نمی آید. نام این قرآن در تورات منجیه بود، یعنی نجات دهنده و مانع من کننده که عذاب قبر نمی آید به سمت اون. حضرت کعب الاحبار رحمت الله علیه می فرماید وقتی مرد مؤمن داخل قبر گذاشته می شود، در همین لحظه می آید قبر می خواهد که این را فشار به از هر طرف حرکت می کند، می خواهد که عذاب خدا بیاید، در جهنم بیاید در داخل قبر. میگه وقتی از طرف پایش می آید، میگه همون جهادی که در راه خدا کرده و همون قدمی که به طرف مسجد گذاشته، میگه میاید جلوی روی عذاب استاد میشه، میگه به تو اجازه نیست. ای با این پاهایش به طرف مسجد خانه الله رفته. یک بار خوب بگوین الله اکبر، یک بار هم بگوین الحمدلله که نصیب شما شده. میگه وقتی از طرف سر می آید، میگه از طرف سر روزه می آید، میگه اجازه نیست، 30 روز ماه مبارک رمضان روزه گرفتن، برگرد، اجازه نمیدهم. میگه میخوای از طرف دست بیاید، میگه صدقه می آید، میگه اجازه نیست که با این دستا صدقه داده است. از هر طرف بدن که می آید،
یک عمل صالح میآید به سمتش میگه اجازه نیست، این در حفاظت است، امکان ندارد کسی به این نزدیک شود. حتی رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید روز قیامت سوره ملک میآید، سوره تبارک الذی میآید، با پروردگار مخاصمه میکند، میگه ای پروردگار عالم، من کلام تو بودم و این بنده تو هر شب و هر روز مرا تلاوت میکرد، من نمیگذارم این را به سمت جهنم ببرد، باید با من داخل جنت شود. ولی عذاب قبر در روی مسیح میآید. عذاب قبر به کدام گناه عذاب قبر میآید که خیلی ما بی تفاوت هستیم. حدیث امام بخاری حدیث 216 است. امام بخاری می آورد که رسول صلی الله علیه و سلم از سر قبرستان میگذشت. یک بار آواز را از داخل قبر شنید، از داخل قبر. بعد اشاره کرد صاحب این دو تا قبر در عذاب خدا گرفتار هستند. عذاب القبر حق، عذاب قبر حق است. عایشه رضی الله عنها می فرماید یک روز یک زن یهودی آمد به پیش من، بعد از این که با من ملاقات کرد، بعد به من گفت ای عایشه، من از الله پناه میبرم و از الله پناه میخوام که خدا تو را از عذاب قبر نجات بدهد. حضرت عایشه میگوید من نمیفهمیدم که در قبر عذاب است، خبر نداشتم که در قبرم عذاب است. این زن یهودیه را نماندم که از خانه بیرون شود تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند. بعضی که داخل خانه شدند رفتم گفتم یا رسول الله، این زن یهودیه میگوید خدا تو را از عذاب قبر نجات بدهد، آیا در قبر عذاب است؟ میگه در همین لحظه دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستان خود را به طرف آسمان بلند کرد و دعا میکرد اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پروردگارا از عذاب قبر به تو پناه میبرم. میگه به چندین نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه میکرد و این دعا را میخواند اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. این دعا را کی میکرد؟ بلال رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر چی میگه؟ خدایا من محمد را از عذاب قبر نجات بده. من تو روسیا چی باید هیچ ساعت و دقیقه دیر نشه یک بار بگویم اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. محمد امین صلی الله علیه و سلم بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اون چی میگه؟ پروردگار من از عذاب قبر نجات بده. ولی من تو هنوز هم که در معصیت و گناه هستیم یک بارم نگفتیم پروردگار من از عذاب قبر نجات بده. این همه معصیت و گناهی که ما داریم. میگه بعد رسول صلی الله علیه و سلم بعد از هر نماز میگفت اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. بنان عزیزان من، عذاب قبر رسول صلی الله علیه و سلم فرمود عذاب القبر حق. فرمود دو تا صاحب این قبری که شما میبینید در عذاب هستند. گفتن یا رسول الله اینها چی کردن؟ گفت یکی از اینها وقتی که پیشاب میکرد گل بر روی شما، وقتی که بول میکرد از قطرات بول لباس خود را نجات نمیداد، لباسش همیشه آلوده به بولش میشد، به عذاب قبر گرفتار است. و این دیگه چی میکرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این فرد دیگرش نمیمت میکرد. نمیمت چی معنا؟ سخنچینی، یعنی خبر این را ببر به او از او را بیار به این. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ثلث عذاب قبر از سخنچینی است. چقدر میان ما زیاد است که از خسر ببر به خشوع، از خشوع ببر به خانه داماد، از داماد ببر به خانه عروس، در بین زن و شوهر چه اتفاقاتی، در بین دو تا رفیق چه اتفاقاتی، در بین دو تا دکاندار از این ببر که فلانی تو را فلان گفت، فلانی تو را فلان گفت. حتی در بین حزب‌هایی که در افغانستان است، همین سخنچینی ها افغانستان را نابود کرد. همین سخنچینی ها افغانستان را به بدبختی بود. هم در دنیا بدبختی است، هم داخل قبر بدبختی است. و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود سوم چیزی که عذاب قبر را به شما می آورد، سوم چیزی که عذاب قبر را به شما می آورد غیبت است. به الله پناه ببریم که خدا ما را توفیق نصیب بگرداند. این غیبت چقدر میان ما زیاد است، چقدر ما غیبت زیاد می‌کنیم، از معالم ما گرفته تا عوام ما. پروردگارا ما را توفیق نصیب بگردان که زبان ما نه تنها به غیبت بلکه به یاد تو مصروف باشد. به غیبت نه بلکه به یاد تو مصروف باشد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقتی سر قبر استاد میشد، ریش مبارک
آنقدر گریه میکرد که ریش مبارکش تر میشه. برش گفتن که چرا که گریه میکنی؟ گفت ما از محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدیم اولین منزل از منزلگاه قیامت همین قبر است. کسی که در این قبر کامیاب شد در روز قیامت کامیاب است. کسی که در این قبر کامیاب شد در روز قیامت کامیاب است. یک خواهش بکنم، همینجا یادم آمد عزیزانی که در صفحات هستین در فیسبوک، خواهش من از شما این است، در بسیار جاها در صفحات میگذارن یک موسیقی را، در صفحات میگذارن یک رقص را، در صفحات میگذارن یک کفرگویی را، در صفحات میگذارن توهین به علما را، در صفحات میگذارن توهین به دین را، ولی باز مسلمان او را لایک میکنه. چی میکنه؟ مسلمان او را لایک میکنه. موسیقی در داخل گوشیش نگاه میکنه، در فیسبوکش بازو را لایک میکنه. ای برادر مسلمان، از عذاب قبر مگر تو بیخبر هستی؟ وقتی تو به موسیقی کلک لایک میزنی معنایش همیست که تو را تایید کردی و از او راضی هستی. بس میدانی وقتی کسی به معصیت الله راضی باشد، کسی به معصیت راضی باشد و معصیت خوشش بیاید، خطره کفرش برده می شود که کافر شود. از عذاب قبر بیخبر هستی. وقتی با عالم توهین میشه باز مسلمان او را لایک میکنه، باز در کامنت هم نوشته میکنه که افغانستان علما خراب کرده است، باز در اون کامنتش نوشته میکنه باور کو ایره ما شنیدیم لعنت به علما. این مسلمان است، ایران داخل قبر میره، ایران میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی من است، این توهین را به علما میکنه. نه عزیز من، از این بترس، لایک نکو، درس موجه نوشته نکو لعنت به فلان به فلان، بلکه نوشته که الله همه ما را هدایت نصیب بگردان، الله تو را هدایت نصیب بگردان که این را ماندی و این را گذاشتی، پروردگار به تو توفیق بده. اون را لایک نکو. بعضی ها اون را اشتراک گذاری میکنن، در صفحه خودشان میگذارن تا رفقایشان ببینه چی دختر خوب با چی موسیقی میرسد. تو از عذاب خدا بیخبر هستی. مگر اون داستان براتون نکرده بودم که همون رفیقش که در کامپیوتر و در داخل اینترنت با اینترنت سر کار داشت که عکسای مستهجن و فیلمای مستهجن را سر کار داشت، به همراهش میگذاشت در صفحات. بعد از این ناگهان شب نور همین رفیقش در خواب دید که به سر قبرش مردم جمع شدن، همه به سر قبرش ادرار میکنن، همه به سر قبرش ادرار میکنن. وقتی از عالم پرسیدم که ما این گونه خواب دیدیم، گفت اونهایی که در اشتراک گذاری های این سهیم شدن و از فیلم هایی که این گذاشته استفاده کردن، اونها هستن که بالای سر قبر از این ادرار میکنن. عزیز من، از عذاب قبر بیخبر نمان. پکتیکا و خوست یک قریه در یک شب بالاتر از 1000 نفر نیستن دیگر، بالاتر از 1000 نفر رفتن. امکان داره امشب من تو نباشی، امکان داره یک ساعت بعد من تو نباشی.